سفر امروزه ما توسط نمایش باز به گوشه خیلی زیبا و دقت جلب کننده همزمان به یک موضع تاریخی تاجیکستان صورت میگیرد. این هم باشد به قلعه یمچون است. این قلعه در مسافه 178 کیلومتر دورتر از شهر خاروق و 72 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه اشکاشیم در نزدیکی دهه یمچون در بلندی 3140 متر از سطح بحر جای گرفته است. میگویند که ساختمان انشاءات‌ها از جمله قلعه‌های سنگی در هزار ساله اول در قسمت پامیر غربی به خاطر محافظت از حمله‌های حربی صورت می‌گرفت که یکی از اولین چنین قلعه‌ها قلعه یمچون میباشد. این قلعه در عصر سیوم تا عهد ما در ساحل راست دریای پنج در دامنه کوههای وخان بنیاد گردیده است. قلعه از روی ساخت شکل سه‌کنجه را گرفته 22 متر پهنایی و 100 متر درازی داشته است. اون از چند بنا که هر کدام وظیفه خود را داشتند بنیاد گردیده است. این قلعه محافظتی همزمان میتوانست در حالتهای نامساعد وظیفه پناهگاه را نیز اجرا کند و 38 برج آن به صفت تیرکش ها استفاده می شدند. اصلا میدان این مکان خیلی وسیع بوده است و میگویند که تنها در تقریبا 3 حصه آن کوفت و کوبها گذرانده شدند. در نتیجه حفریات باستانشناسی از این استحکام سنگین اشیاء گوناگون مربوط به آن زمان دریافت کردند. امروز قلعه یمچون مکان تماشای سیاحان زیادی داخلی و خارجی است. آن از جمله یادگاری‌های نادر تاریخی کشورمان میباشد که از تاریخ پرقناوت سرزمینمان درک می‌دهد و امروز حفظ می‌گردد.